هر که سازد قول فالبین را قبول، در حقیقت کافر است و لا قبول. ببینید سخن فالبین قبول کردی، برای گرمی و خنکی پیش فالبین رفتی، برای کشایش کاش پیش فالبین رفتی، از او کاغذ و از او نوشتجات گرفتی، از او مویز بردی و چای بردی و برای گرم کردن دل خسر و دل خوشتامن و دل شوهر و یا برای یگان بدبختی دیگر رفتی پیش وی، از او این مصلحت‌ها را گرفتی. در صاحب تفسیر روح البیان میگوید که در حقیقت کافر است و لا قبول. تو همون زمانی که پاگه در او در آمدی تو ایمان نداشتی دیگر، تو نیت خانه او کردن تو علاقه به ایمان شدی. برادر عزیز و گرامی، عقل تقول داری تو کافر است. لایکی